خیلی مردی خلیل ابراهیم، خیلی آقایی. خلیل ابراهیم خیلی مردی، دمت گرم. مرد به تمام معنا، تمام معنا مردی، واقعا دمت گرم. خیلی آقایی، دم شما خیلی پسر خوبیه. ممنون، قربون شما. خیلی آقایی، میشه جونه، میشه جونه داداش. واقعا پسر درسته. دمت گرم، دمت گرم. آفرین بهت. چه جونه. خیلی آقایی. واقعا کارش درسته. نوشه جون، نوشه جون. به خدا که یه دونه. از همتون تشکر میکنم که تا اینجا اومدین. خیلی ممنونم. منم مثل داداشتونم، مثل بچه‌تونم. میخوام یه چیزی بهتون بگم. دمت گرم، سایت کم نشه. خدا ازت راضی باشه. ممنون. هر کی هر حرف بدی بهتون بگه انگار به من گفته. دقیقاً همون کارو باهاش میکنم. دمت گرم. هر کی شما رو به هر شکلی تهدید کنه منم با همون کار خودش تهدیدش میکنم. خدا ازت راضی باشه. شما مثل خانواده من میمونید. من جز شما خانواده دیگه ای ندارم. دست مریضا. این برادرم هم میدونن که هر کسی بخواد به خانواده من آسیبی برسونه تو میدون همین دهکده از درخت آویزونش میکنن. زنده باشید. به همین خاطر خیالتون راحت باشه، سرتون بالا باشه. اگه چیزی نیاز داشتین اینو بدونین برادرتون خلیل ابراهیم پشتتون ایستاده. خدا ازت راضی باشه خلیل ابراهیم. خدا ازت راضی باشه. شنیدیم که ماشین اینا منفجر شده. زمانبندیتون اشتباه بوده. هر کسی یه روزی میمیره، اما ترسوها هر روز میمیره. چرا این کار رو توی یه روز انجام بدیم؟ اونا فقط یه روز که به شما ظلم نکردن، هر روز ظلم کردن. همون اندازه که ظلم کردن هم مجازات میشن. بابا دست بریسا. خلیل ابراهیم خدا ازت راضی باشه. خلیل ابراهیم خدا ازت راضی باشه. خلیل ابراهیم کجا؟ عمو بیا اینجا. خلیل ابراهیم. نه من نیستم. بیا بشین. بیا اینجا بشین. بیا برین که بیا بشین. خوش اومدی عمو جون. بشین. شنیدم اینجایی اومدم دیدنت پسرم. چرا تا اینجا اومدی آخه عمو جان؟ من میمدم دستتو میبوسیدم. اسم منم خلیل ابراهیمه ولی مثل تو جوون مرد نیستم. بچه ها و نوه ها رو بزرگشون کردی. اومدم بگم اونا فدای راه تو بشن. تو اونا رو تا به این سن رسوندی با عرق پیشونید. جون ما فدای راه تو. کافیه که بچه های تو همون دردی که تو کشیدی و نکشن. ما دنبال همینیم. اسلحه در آورد. اسلحه رو ببین. اسلحه‌ش هم قدیمیه. بگیر شاید یه روز لازمه. عمو خلیل ابراهیم فقط با قنداق این اسلحه زنگ زده میتونی آدم بکشی، نه با فشن. آره راست میگه. این زنگ زده. نگاه کار میکنی عمو جون کارش درست زنگ زده. همه خلیل ابراهیم ها دیوونه. بگیرمش عمو خلیل ابراهیم. این پیش من بمونه. دمت گرم. میبینی پسرمو؟ میبینیش جنس خوبو میشناسه. فدات بشم وقت نمازه. من دیگه برم مسجد. با اجازتون میرم. مارم دعا کنم. دعا کن. خدا قبول باشه. خدا سپردمت. خدا قبول کنه عمو خلیل. دم شما گرم. خوشحال شدی. دست شما درد نکنه. خوش اومدی. بازم ببینیمتون. فکرت آدم درستیه. از پشت خنجر نمیزنه. نمیتونه از این کارا بکنه. آسیه مزخرف گفته که فکرت تو این کارا دست داشته. در مورد زینبم باید بگم با توجه به حرفای یاووس دختره واقعا زندگیتون رو نجات داده. مامان بی خیال تو رو خدا. فکرت اشتباه نکرده. زینب اشتباه نکرده. پس کی اشتباه کرده؟ اشتباه از شماست. ولی اگه حتما دنبال یه اسم هستی تو روت میگم یلماز اشتباه از توه. یلماز چه تقصیری داره؟ اون تله رو آماده کرده. فقط بچه‌های ما نتونستن از پس کار بر بیان. موضوع همینه فقط. اگه بخوای
کارو به بچه ها بسپاری خب اشتباهه. یلماز تو چرا خودت شخصا کارهای خلیل ابراهیم رو تموم نکردی؟ نرگس، اگه بچهای تمام خانواده رو وارد کار نمی‌کردن به خاطر اون حمل و نقل محموله‌ای که لو رفت شوهرت و پسر دستگیر می‌شدن. الان فقط ادریس زندانی شده، اونم به هیچ وجه ما رو لو نمیده. به لطف اونایی که بیرونن هم سکوت کردن. اگه از من میپرسی که خلیل ابراهیم چرا نمرد، خوب شد که نمرد. یعنی چی یلماز؟ چرا خوب شد که نمرد؟ زمان بندی لو رفتن حمل و نقل محموله ها با منفجر شدن ماشین زیادی معنیدار نیست؟ یه لحظه به نظرت خلیل ابراهیم با ژاندارمری همکاری میکنه؟ نمیدونم با کی کار میکنه، اما به این فکر کن جنسایی که از انبار شما دزدیده بود و چی کار کرد؟ داد به ژاندارمری. پس این یارو جاسوسه. میگه موضوع فراتر از این حرف هست. یلماز، من اون پسره رو اون شب دیدم. زینب نقطه ضعف خلیل ابراهیمه. آره منم متوجه شدم، به همین خاطر خواستم از اون استفاده کنم. منم برای همین میگم اشتباه کردی. برای استفاده اون باید زینبو میکشیدی طرف خوده. پس مامان تو رو خدا بگو داشت یلماز از این لحظه به بعد چطور زینبو بکشه طرف خودش؟ البته یلماز از این لحظه به بعد نمیتونه، ولی زینب لیلا رو خیلی دوست داره. فقط به این دلیل میتونه به من نزدیک بشه. یعنی چی؟ منظورش چیه نرگس؟ یعنی نرگس میگه که خلیل ابراهیم و پسرت با هم با جناق میشن. میتونیم رابطه رو از اونجا پیش ببریم. اگه یه نقطه ضعف گیر بیاریم میتونیم با استفاده از اون حرکت کنیم. آقا یلماز، چیزی که میخواستین شد. خلیل ابراهیم اومده میدون دهکده تا قهوه بخوره. یلماز این یعنی چی؟ یعنی اینکه درسون دوستتو نزدیک و دشمنتو نزدیکتر نگه دار. داشت یلماز، منم بات میام. تو بشین سر جا، تو به حرف مادرت گوش بده و هرچه زودتر با لیلا ازدواج کن و با خلیل ابراهیم با جناق بشو. مظفر چطوری؟ خوبه. تو چطوری آقا رضا؟ مظفر خیلی دوست داشتم بهت بگم خوبم، ولی آدما به انواع و اقسام روشا بچه هاشون از دست میدن. تو فقط یه بار عذاب کشیدی، ما 1000 بار عذاب میکشیم. تو هنوز عذاب نکشیدی آقا رضا، تازه داره شروع میشه. خوش اومدی بابا. ممنونم دخترم. این طرف لطفاً. بقیه کجان داداش مظفر؟ رفتن چایی بخورن. ببخشید ولی رفتن چای کیو بخورن؟ چای خودشونو میخورن. میدونی که ما چای کسی رو نمیخوریم. چرا میپرسی؟ خیر، خواستم فقط بدونم که مشکلی پیش اومده یا نه. اگه اینقدر نگرانی زنتم مردا رو بیا، اینجا جا داریم. بابا مظفر برای این آدم چایی قهوه چیزی ببریم؟ آره دخترم ببریم. خاطر خودش برامون عزیز نباشه، خاطر دخترش برامون عزیزه. حداقل جرأت داشته پا شده تا اینجا اومده، یه چایی حقشه. بابا از اومدنت خوشحال شدم، اما در مورد یه چیز خیلی کنجکاوم. اگه نقشت کارساز میشد و خلیل ابراهیم میمرد، امروز چطوری میخواستی تو چشای من نگاه کنی؟
قبل از اینکه به جواب بدم یه سوالی ازت دارم. اگه خلیل ابراهیم منو میکش چطور میخواستی تو چشمای اون نگاه کنی؟ دست درد نکنه سما، چرا زحمت کشیدی؟ ممنون دخترم. گفتی زندگی منو نجات دادی، ها؟ یه لحظاتی وجود داره که آدم میگه ای کاش مرده بودم. هر چقدر که میخوای بگو زندگیمو نجات دادی، ولی تو هم اونجا بودی زینب. با اونایی که برای بابا تله گذاشته بودن همراه بودی. میدونی بابا، این اولین باری نیست که جونتو نجات میدم. بعد از خاک کردن دختری که پسرت کشت، خلیل ابراهیم اومد خونه ما، وارد اتاقم شد، گفت میخواد شما رو بکشه. اون موقع هم زبون ریختم براش، گفتم نکن، اونا خونواده منن. خلیل ابراهیم هم این کارو نکرد، مثل امروز صبح. اما بابا مطمئن نیستم یه بار دیگه بتونم این کارو بکنم یا نه. گفتی اگه خلیل ابراهیم منو بکشه چطوری میخوای تو چشاش نگاه کنی؟ نمیدونم. اما اینم نمیدونم که تو چشای بابام که از من استفاده میکنه تا آدمی که دوست دارم و بکشه چجوری نگاه کنم. شاید اینجا میتونیم یه شروع دوباره داشته باشیم. یه زندگی که کسی رو نکشه، کسی برای کسی تله نذاره. نظرت چیه دخترم؟ کی تو رو باور میکنه؟ تو. اگه تو باور کنی من میتونم این کارو بکنم. البته تو هم باید خلیل ابراهیم رو راضیش کنی. خب اون وقت یلماسو کی راضی میکنه؟ تو؟ مادرت. زینب، من دارم اینجا سعی میکنم یه چیزی به تو عالی کنم. شاید این آخرین نقطه بازگشت ما باشه. از این به بعد حتما کسایی از دست خواهیم داد. به خاطر اون کاری کن من و خلیل ابراهیم همدیگه رو ببینیم. هر جا، هر طور، هر موقع بشه من میام، تنها میام، خودم تنها. حتی به این خونه کافیه تو میان جیگری کنی. ببین داداشت امتحان کرد، سعی کرد با اون توافق کنه، ولی شوهر تو انقدر پر از کینه و خشمه که نه که تو پر از محبتی بابا. منو داداش فکرت با شک به تو نگاه میکنیم، نه از روی محبت. من نمیگم عوض شدم، میگم من میتونم موقعیت رو عوض کنم. کافیه که تو شوهرت اینو بخواین، مثل من یه قدمی بردارین، وگرنه تو این کار یکی یکی از دست میده. شاید تو منو، شاید من تو رو، یا شاید داداش تو، یا شوهر تو. خود دانی دخترم. خدایت خیلی دمت گرم، دمش گرم، زنده باشه. خیلی دمت گرم، کارت درسته. اینا دیگه کیه؟ اینا کیه؟ چی کار دارن اینجا؟ میخوان چی کار کنن؟
آدمای ییلماس. واسیم مواظب باشی کسی کاری نکنه. مردم بیگناه آسیب نبینن. نیومدن گاز بگیرن، اومدن واق واق کنن. وای 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 اینجا رو ببین. خلیل ابراهیم مردم رو دورش جمع کرده و داره داستان تعریف میکنه. برای منم یه قهوه بیارین، منم گوش بدم ببینیم چی تعریف میکنه. خیره درویشک مغلو، تفنگ بابات که از زمانه راستنیش مونده رو پیدا کردی؟ تو هم داری اونو تعریف میکنی؟ از بابات تعریف میکردم یلماس. چطوری از اینجا فرار کرد و رفت، چطوری جونیشو به سختی نجات داد. اگه عقل داری راه باباتو برو. خب راه بابام میرم دیگه. اصلا دوست نداشت دشمنشو زنده بذاره، منم دوست ندارم. خب من که زنده ام یلماس. خلیل ابراهیم تو به این میگی زنده بودم؟ اینجا تو گوشه کنار قهوه خونه چیکار میکنی؟ بری وطنتو نجات میدی؟ مردم آگاه میکنی؟ چیکار میکنی؟ میخوای شورش کنی؟ من بهت بگم با اون اسلحه نمیشه. اگه اسلحه ندارین من بهتون بدم، وگرنه با بیل و کلنگ و چماق این کارا شدنی نیست. بی خودی مردم بیچاره رو تلف نکن. این تویی که بیچاره. به این آدمایی که دل بزرگی دارن میگی بیچاره؟ تو یه آدم بدبختی یلماس. اگه این آدم ها بخوان تو رو تو توفشون خفه میکنن، اما ادب حالیشونه. خونواده دارم. تو رو تهدید نکردم، سراغت نیومدم. به خاطر این فکر میکنی از تو کمترم؟ کی؟ من مردم دارم. من به مردم خدمت میکنم، بهشون کار میدم، حقوق میدم، امکانات میدم. تو چی کار میکنی؟ شما بگین اهالی دهکده، این آدم از وقتی که اومده اینجا جز بلا چی آورده براتون؟ داداش یلماس، به دور و برت یه نگاهی بکن. ببین اینا از تو میترسن. آخرین بار اینجا دوستی به اسم جواد اینطوری قاطی کرد، خط و نشون کشید. فرداش جسدشو از اون طرف خیابون آویزون پیدا کردن. بابا میگه اومدی واسه خودت جا پسند کنی. درخت میخوای انتخاب کنی؟ مشکلت چیه؟ تو این چیز نیستی؟ زنش فرار کرده. قهوه چی؟ مارتی کنه. آروم باش آروم باش. آروم باش پس. یلماس، اگه میخواستم میتونستم هم تو هم شرکاتو تیکه تیکه کنم. به نظرت چرا این کار نکردم؟ راستش نمیدونم. شنیدم که به حرف زنت گوش کردی، میگن به خاطر اون. اینو تو فهمیدی. یه چیزم هست که من باید بگم. مثل مرد به جنگ که منم با توجه به اون با تو رفتار کنم. از این آدمای بیگناه سراغ منو گرفتی. گفتی آتیش میزنم، خراب میکنم، میزنم، میکشم. تهدید کردی. خب جلوت وایستادم. این شهر منه. این میدون منه. میدون نبرد. اگه میخوای بزنی بزن، اگه میخوای فرار کنی هم فرار کن. خب وگرنه دخالت نکن. بزن مردی که بزن. مرد نیستی اگه نزنی. زود باش. بزن. مرد باش. همه آروم باشن.
کاری که میگم انجام بده. زود باش بزن. خلیل ابراهیم بیارش. نه، اسلحه رو پایین نیار. ماشه رو بکش. زود باش بزن بچه ننه. مادر تو از قبرش در میارم، تو رو جاش دفن میکنم. استخونه اونم میندازم جلوی سگا. بزن. اسلحه ها رو بگیرین، همشون رو بگیرین. مشکلی نیست فرمانده. خلیل ابراهیم داشت با اسلحه خالی بازی میکرد، گلوله نداشت. خوبه، بازی تموم شد، میریم کلانتری. گروهبان بیاره. آقا ایلماز بفرمایید. اسلحه متعلق به بابای خدا بیاورزمه. عتیقه است. گلوله هاشم اینجاست. من اینو بگیرم امو خلیل ابراهیم، این پیش من بمونه. دمت گرم. چرا این کارو کردی دایی؟ اگه میدونستم میخوایی بذاری رو سرش نمیکردم. این کارو کردم که کسی اشتباهی به کسی دیگه شلیک نکنه. اصلا نزدیک بود کارشو بسازه. دمت گرم دایی، دمت گرم. داستان چی میشه حالا؟ گروهبان خلیل ابراهیم و داییشو ببر. فرمانده بازی اسلحه تقلبی میبریم پیش دادستان، آبرومون میره. به نظرم باشه. تو هم دیگه رو سر کسی اسلحه نذار. اطاعت فرمانده. چه خالی چه پر. مخصوصا حواسم به این قضیه هست. بریم. راه بیافتین. از ساعت 7 تو کوچه بالایی کنار پمپ بنزین منتظرت میمونم. حتما میام. الان چی کار کنم؟ چه جوری از اینجا برم بیرون که کسی نفهمه؟ آره ادا نور به کمکت احتیاج دارم. چی شده؟ اول قسم بخور به کسی نمیگی؟ وای لیلا، اگه چیزیه که برامون درد سر میشه. آره درد سر میشه، ولی اگه تو به کسی چیزی نگی من از اینجا میذارم میرم دیگه هم بر نمیگردم. لیلا نمیدونم میخوای چی کار کنی، ولی نکن چون مامانت حتما اینو میفهمه. ادا نور تنها چیزی که ازت میخوام اینه که اگه پرسیدن لیلا کجاست بگو تو اتاقشه، خسته است از اینجور حرفا. فقط برام وقت بخر، فقط همین لطفا. لیلا من تو دادگاهم. میگن امروز آزاد میشم. این پیامو از گوشی داداشم دارم برات میفرستم. باید از اینجا برم. اگه بخوای میتونیم با هم بریم. اگه نخوایم دلم میخواد قبل از رفتنم برای آخرین بار ببینمت. خیلی خوشحال شدم. من با تو همه جا میام. فقط زمان و مکانشو بهم خبر بده. من هر طور شده از اینجا میزنم بیرون. از ساعت 7 کوچه بالایی کنار پمپ بنزین منتظرت میمونم. حتما میرم. نگاه دارم اینجا نون ندیمه رو میبینم، ایلمازم میبینم. ببینیم مار کبرا چجوری داره از تو تاریکی نگاه میکنه. مامان مثل همیشه تو شک و شبه حق با تو بود، ولی قضیه اونجوری هم نیست. چطوری میشه که حق با منه و حق با من نیست؟ این دختر داره دور از چشممون یه کارایی میکنه، حق با توی، ولی با جنگوز.
باشه، من هر کاری ازم بر بیاد میکنم، دروغ هم میگم، ولی ببین حتی خلیل ابراهیم و یاسمین هم موفق نشدن. شما چطور میخواین از پسش بر بیاین؟ چطور میرین استانبول؟ ببین من یکم پسنداز دارم. با جنگوز که فرار کردیم، بعد از رفتن از اینجا بابام حتما بهمون پول میده. فرار میکنیم خارج. فقط کافیه که از اینجا خلاص شم. زود داداش لونتتو صدا کن. آخه چرا داداش لونتو صدا کنم مامان؟ دارم میگم من خودم حلش میکنم. مگه من گفتم تو نمیتونی این کارو حل کنی ها؟ یه کاری نکن پاشما، بدو زود باش. پس میخوای بری استانبول ها؟ بله آقا رضوان، البته اگه شما هم اجازه بدین. میدم. استانبول جای بزرگیه. شنیدم اینجا بعضیا بهت گیر دادن، باید ردتو گم کنی، ولی زیاد با آدمای اینجا کار نداشته باشه؟ نگران نباشین آقا رضوان، بابام تو این مورد تذکر لازمو داده. بابات خودش استاد این کار است. رشید بفرمایید آقا رضوان. تو اتاق کارم روی میز یه پاکت بزرگ هست، تا یادت نرفته اونو بردار بده به پسرت. ممنون آقا رضوان، سایتون مستدام. داداش رضوان، این خوبی تو هرگز فراموش نمی‌کنم. امیدوارم پسرت هم فراموش نکنه. داداش من اینکه چیا رو باید فراموش کنه و چیا رو نباید فراموش کنه رو به شکل تلخی یاد گرفته آقا رضوان. به نظر منم همینطوره. خب با هواپیما میری؟ نه تا استانبول خودم با ماشین میبرمشون. ندیمه خانم، هنوزم ندیمه جون دلپیچه داره، گفتیم با هواپیما تنهایی نره. فکر خوبی کردین سمینه. ندیمه خانم، در ضمن از شما هم بابت همه چیز متشکرم. اگه شما نبودین. خواهش میکنم پسرم، من هیچ وقت شما رو از بچه هام جدا نکردم. خدا همیشه یار و یاورتون باشه، موفق باش. خب دیگه مسافرمون رو باید راهی کنیم. زود باش پسرم. آی خیر باشه. بینجا درو ببند. ببین خاله، اگه بگی منم سهیم میشم من بهت پول میدم و این حرفا، اگه میخوای وارد این مسائل بشی این روزا کار مخفیانه نمیکنم. در جریان باش، اوضاع به هم ریخته است. حرف پولو بذار کنار، مگه میشه با تو تجارت کرد؟ پس چرا صدام کردی؟ تامر گفت یه چیز خیلی 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 مخفیانه وجود داره. چیه که مخفیانه است ولی به تجارت مربوط نیست؟ لونت، امروز باید برین دنبال یه نفر. از فرودگاه؟ بشین اینجا، بشین. لونت، تو بچه خوبی هستی، بلاهای زیادی هم سرت اومده، هیچ وقت نتونستی خودتو خوب به پدر مادرتو به من ثابت کنی، اما من فرصت خیلی بزرگی برای ثابت کردن خودت بهت میدم، اما نشد و نتونستم و چکمه پام بود و تکون خورد و این چیزا نداری. اول اینکه خیلی احساساتی شدم، دلم هم میخواد دلیلشو بدونم. موضوع چیه؟ موضوع ناموس خانواده‌مونه داداش. باشه بابا بس دیگه، من جریان این زینب از ذهنم بیرون کردم، شما هم بیرونش کنین دیگه. چه زینبی داداش لونت؟ لیلا؟ اون جینگوز قرار امروز خواهر منو بدزده. نه بابا دیگه چی؟ راست میگه؟ تا میتونی از پسش بر بیای، اینو بگو. خاله، از اون خانواده و از اجدادشون، مخصوصا اون شوتا خیلی بدم میاد. تو بخوا من همشون از بین میبرم. تو اول کار اون جینگوزو تموم کن، بذار اون زمینه داغ بچه‌شو ببینه، بعدش به اجدادش هم میرسی. آره
الو رضوان. بله آسیه. برگس ما رو امشب برای شام دعوت کرد. چه شامی؟ ما قرار فامیل شیم دیگه، رسمه. بلایی نمونده که سرمون نیومده باشه. تو هنوزم داری از رسم و رسومات حرف میزنی آسیه. باشه اون کار این خانواده است. چند بریم؟ هر ساعتی که تو بگی آسیه، هر ساعتی که تو بگی. باش ما میریم، تو هم بیا. باشه. این شب نشینی دیگه از کجا در اومد؟ شما این کار رو انجام میدی، من کار نمی کنم. من مثل همیشه میشینم. دیر نکنی، بگیریم بیاره. را بیافتین، را بیافتین. نرگس جون چطوری؟ گفتیم ما رضوان بیاییم خونه شما، مساعدین؟ باش چیزی آماده نکنی. فعلا خداحافظ. چیزایی که بابات گفت قانعت کرد؟ به نظرت واقعا آشتی میکنن؟ هر کی چیزایی که فکر میکنه درسته رو میگه، نمیشه به یه نتیجه رسید. ولی مظفر میگه بابات خیلی عوض شده، رفتارش خیلی صمیمی بوده. به نظرت عوض شده؟ کم چیز سرش نیومده که یه پسرش رو از دست داد، یه دخترش هم خونه رو ترک کرده. اینا برای یه پدر آسون نیست. بابا اگه یه هفته آسیه رو نبینه شاید عوض بشه، ولی تا آسیه زنده است امکان نداره بابا عوض بشه. رضوان خیلی مهربون شده بود، دست داد، حالمو پرسید، کم مونده بود ازم معذرت خواهی هم بکن. اگه بکنم نبخش مظفر. چرا ببخشه ای بابا؟ بلد نیست کینه به دل بگیره. ببین به خاطر یه احوال پرسی رام شده. شما رفتین قهوه خونه اومدین، اگه فضولی نباشه چرا ناراحت شدین؟ کسی چیزی گفته؟ نه بابا مظفر. خلیل ابراهیم از دست دایی درویش ناراحته. چرا؟ چون اجازه ندادم جلوی چشم همه یلمازو بکشه، به خاطر اون دست من ناراحته. دایی من اینو نفهمیدم، این یارو گلوله رو دست تو دید که پرید جلوی اسلحه گفت بزن؟ قبل از اینکه یلماز بیاد اسلحه رو خالی کرده بودم، گلوله‌هاشم تو جیبمه. خلیل ابراهیم هم از این ناراحته. به این فکر میکنه که این روانی چطوری اومد سرشو گرفت جلوی لوله تفنگ ها؟ آره داداش. راستش اولین بار یه دشمن نترس داریم. روانی دیوونه است، مریضه، مهم نیست. از کسی که ترسی نداره باید ترسید. اینو تو داری میگی؟ همه مواظب خودشون باشن. هر کدوم از ما کوچکترین ضعفی نشون بده میمیره. خلیل آدمای این یارو اسلحه‌های اتوماتیک دارن، 30 تن هم ازش مواد گرفتن. ژاندارمری نیومد که جلوی دعوا رو بگیره، اومده بود یلمازو ببره. اون یارو چطور از زندون میاد بیرون؟ داداش کسی که از دست ژاندارمری فرار کنه میاد تو میدون دهکده بین مردم بشینه؟ مشخصه که آدمش اسم اونو نمیده. تا شب میاد بیرون. خوش اومدین جناب دادستان. ممنونم باوز. قربان من شروع میکنم. شروع کنید ببینیم. پاتو بنداز پایین، با دولت طرفی.
میخوای چیکار کنی؟ میندازی زندان؟ اظهارات تو میگیرم. باشه، اظهاراتمو بده. هر چی که میخوای بپرسی هیچ ارتباطی با من نداره. چیز دیگه ای هست؟ فکر میکنی داری با من بازی میکنی نه؟ به نظر تو من به درد نخورم؟ توی اصناف کوچیک پلیس ناچیز مگه نه؟ البته که بین رؤسا چه ژنرالایی که میشناسی مگه نه؟ مگه من کیم؟ نه، فرمانده اوز. تو آدم مهمی هستی. تو عراق مأموریت انجام دادی، تو افغانستان مأموریت انجام دادی، تو لیبی مأموریت انجام دادی، تو سوریه مأموریت انجام دادی. خدا میدونه دیگه کجا مأموریت انجام دادی. اما مشخصه که پا رو دم آدمی مثل من گذاشتی که افتادی همچین جایی. دقیقاً. آره، مأموریت‌های زیادی انجام دادم، ولی برای اولین بار تو همچین جای کوچیکی که تو میگی 30 تن مواد مخدر گرفتم. این رقم که میگی تو جایی که گفتیم نبود. آفرین، تبریک میگم، موفقیت بزرگیه. به شما از این چیزی که میگیرین درصد میدن. آره، اسمش چی بود؟ پاداش. پس تو هم پول مواد مخدر میخوری. ما برای گرفتن پاداش نیومدیم اینجا. برای ما بزرگترین پاداش خم کردن سر آدمایی مثل شماست. دستبند به دستت بزنم و به اندازمت زندون. تو واقعا آدم خوبی هستی. اگه یه روزی خواستی از کارت استعفا بدی، تو رو رئیس شرکت محافظتی میکنم. حقوق خوبی هم بهت میدم، پاداشم میگیری. میتونی اسلحه اتوماتیک مجوز دارم داشته باشی، مثل بچه های من. چی میگی؟ به نظرت من دنبال کارم؟ نه، اما انگار دنبال دردسر هستی. به خاطر همین یه چیزی بهت میگم و بعدشم میرم، چون که کار دارم. حرف بزن، گوش میدم. خانواده من خیلی وقت اینجا، مثل تو خیلی اومدن، خیلی هم رفتن، خیلی هم مردن و نتونستن برن. اما ما هنوز اینجاییم. به خاطر همین اگه میخوای با این آدم در بیفتی و مثل بچه اونو سرزنش کنی و بهش تهمت بزنی، بهتره تهشو در بیاری. اگه تهشو در نیاری تاوانی سنگین میشه. اینجا خیلی ها اومدن، خیلی ها مردن، ولی ما تموم نمیشیم. اما بدون بالاخره تمومش میکنیم. الان میتونی بری تا وقتی که یه روز دستگیرت کنم. آزادی. برو. نظرتون چیه؟ این آدم حرفی برای گفتن نداشت که اوز. آدمی که میگه نه دولت رو میشناسم نه تو رو میشناسم، تنها یه چیز میشه گفت، باید بگین خوشبختم شدم. خوشبخت. این یارو باید بفهمه دولت کیه.
من اونو با دولت آشنا میکنم. مدارکو جمع کنین، شاهدارم جمع کنین، هرچی خواستین به خودم بگین. اطاعت جناب دادستان. زیاد محکم نبستم که نه جور دیگه خیلی دردم میگیره. وا مگه تو جایتم درد میکنه؟ منم آدمم دیگه، یه جونی دارم. به نظر من یکی نیست دیگه، نمیدونیم چند تا جونت مونده. بیا خیلی خوب. خوبی؟ خوبم. درباره حرفای بابام نظرت چیه؟ به نظر من بابا تو نقطه شکسته، اما موضوعش ارتباطی به من نداره. خب به کی ربط داره؟ من؟ نه به فکرت. یعنی چی؟ نمیدونم زینب، برای اینکه بفهمم باید با بابات و داداشت صحبت کنم. یعنی قرار میذاری؟ در حالت عادی میگفتم نه، اما فقط برای اینکه یلمازو به شک بندازم میرم دیدنشون. از اینجا شروع کن ببینیم. طایفه هایی که رو دریا بودن دوباره به شنا کردن رفتن داخل کشتی. اینجاشم بخون. اما اون یکی داداش مساعدم زینب. عمه من دلم برات تنگ شده. عمه منم خیلی دلم برات تنگ. داریم سعی میکنیم بچه بزرگ کنیم، خیر باشه. قربونتون برم، منم دلم واسهتون تنگ شده. عمه پس کی میای پیش ما؟ میام. داداش بفرمایید. بیا ادامه بدیم. خلیل ابراهیم میخواد بابا رو ببینه. منم میگم تو هم همراهشون بیا. خیلی خوب. خلیل ابراهیم چی میگه؟ میگه اگه داداش فکرتت باشه میام سر قرار. باشه میام، اما بهش بگو اگه قرار مسخره بازی در بیاره اصلا نیاد. من داخل این تجارت نیستم، شریک کسی هم نمیشم. نه تا جایی که فهمیدم واسه کار همدیگر رو نمیبینن. بگیم دیدار خانوادگی بهتره. منظورت از خانواده چیه؟ منم بیام یه خانواده میشیم دیگه. باشه زینب باشه، مکان داوود میبینمت. باشه داداشون، میبوسمت میبینمت. چی کار کنم اگه من نیام موضوعتون کاری میشه؟ خب با این آدم منو خانواده کردی زینب، آفرین بهت. این آدمایی که میگی خانواده منن، پس یعنی خانواده تو هم میشن. حداقل اون بخشش همیشه فرمالیته بمونه، اینطوری خیلی خوشحال میشم. خندیدن خیلی بهت میاد. قبلا گفته بوده؟ قبلا اصلا خندیده بودم؟ آخه یادم نمیاد. بهتره تو سما نیامده بریم. سما دیگه مشکل درست نمیکنه، ما دیگه همکار شدیم. اما به نظرم حالا که رابطمون خوب شده اصلا ریسک نکنیم. دخترمونو دیدی چطوری خوند؟ خیلی زرنگه، مثل بلبل میخونه. فکرت عزیزم. جونم. همیشه اونطور که تو میخوای پیش میره، اشتباه فکر میکنه؟ حالا بین این همه مخفی کاری و تغییر تحولات امیدوارم همه چی اونطور که میخوام پیش بره. همه چیز خیلی خوب میشه. فقط کاش داداش یلماز و انقدر علنا مقابلت نمیگرفتی. آیشه، من جایی که نشستم خیلی مشخصه. کسی که میاد مقابلم میشینه. دیگه اشتباه از من نیست. بشینین بچه ها، بشینین. راستی بابا، شام تا نیم ساعت دیگه آماده است. نه دخترم، نوش جونتون. من خونه درسونی نه، دعوت هم باید امشب برم اونجا. ممنون. خیر باشه بابا. چه شامی؟ رسم و رسوم دیگه، یعنی خاله بازی کنیم. آسیه رو که میشناسیش چی میگه؟
باشه، فردا هم خانوادگی خاله بازی میکنیم. با خلیل ابراهیم تو مکان داوود شام میخوریم. تو دعوت کردی، دامادتم رو تا زمین ننداخت. دعوت کردم ولی حدس نمیزدم که بخواد بیار. خوشحال شدم. این حرفامون بین خودمون بمونه. باشه لطفاً. ایلماز با همه چی مشکل داره. من دارم سعی میکنم اوضاع رو درست کنم ولی اون میاد و خرابش میکنه. نه بابا، من حرفای اینطور رو نه به ماما ندیمه نه به خاله آسیه هم اصلا نمیگم. باشه دخترم باشه. اتفاقای قهوه خونه رو شنیدی؟ شنیدم. این خلیل ابراهیم اصلا اشتباه نمیکنه ولی اومده با اسلحه خالی تو سر ایلماز شلیک میکنه. غیر ممکنه. شده در استودیو جیم.